فرق بین اولیای رحمان، کرامات اولیا و جادو و سحر سحرگران چی است؟ در این باره شیخ الاسلام رحمت الله علیه کتاب دارند به نام الفرقان بین اولیای الرحمن و اولیای شیطان. یک جلد است، در ضمن مجموع فتاوا هم به طبع رسیده است. فرقان یعنی علمی که بین اولیای رحمان و اولیای شیطان جدایی می اندازد. کرامات اولیا یکی از فرقیت هایش را به شما ذکر می کنم. کرامات اولیا سببش ایمان و تقوا هست. یک آدم اولیا هست، کرامت دارد، سببش چی است؟ ایمان، تقوا. اما احوال شیطانی چی؟ سببش گناه هست. سحرگرها اطاعت شیطان میکنند. مثلا سحرگر به نزدش جنی از جنها میبیاد، میگوید که به پایهایت قرآن را همچون پای افضل بند میگوید. اول جنوب شو میگوید، جنوب میشد. خواه با زنا، اساسا سحرگرها با محرم ها زنا میکنند، با مادر، خواهر، همین خیل، یا اینکه با یگان همین خیل گناه زنای عادی نمیکند. زنا با یک زنی بیگانه زنا هست، لیکن با خویشاوندان بزرگ است، یا با همسری پدر مثلا بسیار عظیم است، یا با همسری پسر عظیم است، این زنای عادی نیست. یا با زنی همسایه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند که کدام گناه بزرگ است یا رسول الله؟ گفتند که ان تجعل لله ندا وهو خلقک، اینکه الله تعالی و شریک بیاری حالا اینکه الله تعالی تو را آفریده است، و ان تزانی بحلیلة جارک، اینکه زنی همسایه کدی زنا کنی، دختری همسایه کدی زنا کنی. با زنی بیگانه زنا کردن، با دختری بیگانه زنا کردن زنا است، حرام است، لیکن با دختری همسایه جرمش عظیم است. بعد شرکی به الله آوردن. یعنی همین گونه زناها رو میکند، جنوب میشد، بعد در بالای قرآن میبراید و قرآن رو برای خودش همچون پای افضل میبندد به پاهاش. ثانی با همین راه گشته به حاجت خانه میدراید، در بالای قرآن ایستاده است، در حاجت خانه جنوب ایستاده است، بعد طلسم های شرکی میخواند. بعد شیطان ها میگویند یتبادرون الی طاعته، به طاعت همین جادوگر شتاب میکرده. من طاعت شما رو میکنم، من طاعت تو رو میکنم، فرمان بده. بعد میگوید که رو فلان رئیس همخیل کن که مقصد از وظیفهش دلش خنک شود، وظیفهش ترک کرده رود، یا فلان زن و شوهر از همدیگر جدا کن. همخیل سپارش ها رو بعد میدهد. یعنی برای چی سپارشی سحرگر اجرا می شود؟ به سبب کفر و گناه. وقتی که بنده از بنده های الله تعالی رو الله تعالی اکرام کند به سبب ایمان و تقوا،